از مردم واروق خرزی داریم چقدر زحمت میکشن از صدق دل میگم ده. سلام دوستان عزیز. گریپیم بخشش یاد ساکتون با شما را نشون بدیم و خمی پرار نفهمیم این ساعت های این خونه خدا این ایده پر خونه خدا این قلینان در کریشش این در کریشه همین در کروگی کعبه دیدیم سیم چورو میتر کده گیم اینجا کم در خواب کنیم بخشش این احرام وای ختم گرفتیمش بعدی بامدود در وقتی بامدود خمه پرانگه پیچوندیم بگیم که اینجا خواب کنیم اینجا نماز خوندیم چی بگم الله و خدا دور از غم دنیا دور از همه پرابلم ها چه خشکی دارم یزی خونه خدا یک بعدی بامداد سلقینک خنکک خواه میره دور از همه مشکلای دنیا میشه الحمدلله چند کش خواه ندونی خواه بازره بعدی بامداد چی میگن که هر از سی خشکی میبینم حرکت میکنم با همی برادران و مادران خدمان با بناچی خدمان جا یعنی که پدیلی تشکنیم تا احساسات باشه دوستان عزیز بیایی جای مقدس انشاءالله کدمی شرایی داره سوال میتیم برادرها که تی قسم ایجا میره یعنی که برادرها هستن کمپانی بقوه دارن و چهار اکلامشون هم پلشون میتین ایسه اوسه ای کمپانی زمزم عمره ما الحمدلله یعنی که ناتحسیان باشه برادرها خیلی باور کردن همکاری داریم احسای شرکت میریم هم کمک میکنیم راه بلده همچه یاردمچی راه بلد و همی دیگه حج خدمونه میکنیم رکلام میکنیم و انشاءالله به سر بلند میریم دعا میکنیم که کل مسلمان ها خصوصا مردم مسلمانی تاجیک خیلی شاید در تاجیکستان باشن در کدام شهرهای نباشن در آسیا باشن و جای مقدس اومدن نصیب گردونه خدا کلیم گناهی ما را عفو بسازه قرضداران ما را قرض کننده بیماران ما شفای کامل زندانی ما و اهل زندان آزاد خدا کدمی که مشکلی داره مشکل آزاد چون کنه همه وقت میلیون بار میگم بیا یک باشین انشاءالله بخشش خوالو گم میزنم برادران و مادران عزیز خیستم همی خرسنده که خیستم حالی مشکل های سرد و با شما را برسیم و السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز وقتی هر نماز نمی قالینچه هایی که میبینه ای در کریشه کریشه یعنی که با کروگی مکه نمی 1 متر 2 متر 3 متر 4 متر ساز کرگیان از سبب آدم بسیار بدنه در اوج مردم نماز میخونن از توافوش در 1 2 3 میکنن این 4مش فقط همون یک گنبزان یا یه تابخه نمیشن فقط نماز میکنن خلاص یعنی که تنکشو میرن مردم نماز میخونن با جمعشو میکنن و اون اوجا دیگه کرسودی قلینچه ها رو همجا میتپن وقتی نماز با میگیرن همین کارگارا میاد تنکشو میرن مردم نمازشون میخونن خلاص یعنی که بعضی آدم میگن که تو یک کارگان رکلام میرکنی الحمدلله طواف ما میکنیم عبادت ما میکنیم حرکت میکنیم نماز ما باوریم و بخونیم با کمی از این جای مقدس میخوام که شما که الحمدلله پروردگار درد غم نبینه هر کس فقط فکر خشه نکنه هستن معیوب ها هستن بیمار های هستن شخص های هستن که تماما این جای مقدس اومدن مقصد شرایط ندارن من همی به طرز عادی کوچگی نشان میتیم برادران و مادران خواهران که تا هم در جاگه بیماری هم باشن در جاهای دور از مقصد در تاجیکستان دور از این جاها هم باشن یک چی ببینن بهره بگیرن یک احساس کنن دعا میکنیم انشاءالله دعا که همشون پروردگار سربلند باشه این همچنین جمع میکنن قالینچه ها را کار رفته شده اینه کرانای میبینی
крано ҳамаям хеле сохтааст, яъне ҳамае ки десодаам систем чара мақсадам ам машинам хеле мешавам ба круги мака кор кардем, яъне калона ина крано кор кардем, мардум кор кардем. О дануки вай одамай стройкор рафтаистем 24 саат неате гашта уҷа моё микрофон задага барои азон ба ҳама гӯшаи мака. хоби кришаи чормаи ки хиёл менам камеам ба нишон додам. ин соат аст, یه با ای چهارم اتاش خیلی بلند میتوه قریب میتوه مقصد این ساعت. خب بچه ها گفتن مسئله خورد خوراکی شرکت اونا از ما دو گروه واردیم، اکنوم واردیم و کامفورت. یعنی که اکنومش به خوراک به چی بود اومدن شو پشیمان شدن. یعنی که گفتن کاش که همون سلام علیکم و رحمت الله 200-300 دلار 400 دلار میدادیم با هم شرکت ها اینجا خود مقصد حساب شرکت میخوردیم برای که تا که چی شوه خوب. اکنوم گفتن آمدن اکسای بسیار اوقات خوب نمیوان تیز شور. وقتی که شرکت ما خوراک را بگردن میگیره و همو بگیم مهمان خونه با هم گسنیسه صحبت میکنن، اوقاتشون قلافورد یا کشی نمیکنن، میفهمن که چی نبود اوقاتا کنی برای خودمون. یعنی که شویسکی ستال انشاءالله اول روز میشه با من خوراکی شرکت هم نشان میتیم. داغوی جانی شما هستیم، داغوی جانی ما باشه انشاءالله و کمی باشه و بعدترک با بعض اینا جاگه را نشان میتیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان از یه چیزی را نشان تو ندادم من. نه بچکایی که میبینی های مردم کارگاه هستن و دوم استرکارشون هستن. نه بچکا مقصد پرشان میکنن وقتی نمازی بام داد، وقتی مقصد میارن شو بعدی نماز بام دادم که پر کده این عربچه شو در هر یک نوجه میمونن. مردم آبی زمزم پر میکنن که مردم در تا خفتنم تا شوا مقصد از آب سیراب شون. یعنی همه بچکا برای آبی زمزم هست. دوستان میربون آبی زمزم تازه پر میکنن به چراغ خیزمند. اینا 24 تا آدمی مردمی پاکستان هم بنگلادش مقصد از هر شهر هم هستن. الحمدلله که ما دعا میکنیم ما هم حتی در همینجا نصیبی خدمت کردن همچنین کارا بودیم. اینا آبی زمزم اینجا پرکستین کارگرا یعنی که در همینجا کار میکنن. یعنی که برای چی گفتم ما که ما هم نصیبی کار در همینجا کنه که شما فکر کنید در گرد خانه خدا در این کعبه یک رکعت نماز خواندن 100,000 نوشته میشه. با همون خاطر میگم دعا میکنه پروردگار ما هم 24 ساعت چند خطی باشه در همینجا کار که سرکر رفته است. اینجا ارماتور بافته است یعنی منالی ریخته است. یعنی خلاصه مستری خوب هستن اینجا. این طرفش باشه طرفی فرومدگی با پایان با 1 متر بگیم از 4 متر اسکالاتر زدگی است. اسکالاتر خوب ماکنه و خوب هستیم. بامداد خواندیم بعدی بامداد و چوب رفتن خوراک خوری بعضش خواب کنی برای بسیار الحمدلله تو سحره پشتی بگیم بچه ها در عبادت هم اما گفتم در همجه خواب میکنم خیلی شد خوب به حضر هم نتره. اسکالاتر هم خیلی ای 4م با 3م ای 3م با 2م ای 2م با 1م هم خیلی اگه ویدیو رو هم درسته هم باشن نشان تامتیم تا یا بحره بگیریم. من مردم خطایی هم بسیار ما شده نظر دارم مثلا بنگلادش هم جو به حد بسیار می آمده به حد بسیار نمیدونم که چند میلیون اهالی جا اما به حد بسیار گروپا بسیار. الحمدلله تاجیک‌ها هم بسیارن از همه شهر آمدگی خصوصا حاضر خیلی تاجیک بسیاره خیلی. لیزه شما رو نشان بدیم مردم جوری هستیم. من بسیار محل
برای چی ویدیو دراز هم شما میکنیمش. اینجا مسجد است، مسجد یعنی اینه دیم ایتاج بگیم مسجد، مسجد کلانه. مردم نماز میخونن، قرآن میخونن، بعدی بامداد خواب میکنن بسیارش. اینجا این طرف جای زنانو هسته. این مسجد در کعبه در مدینه نیست، مدینه هست، مدینه دیگر رنگه. مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. همه این مردم خوابن، کار پرستادیان نخیرش دوام میکنن. اینه مثل ما خواب کردیم، اینجا خوابن بچه ها. این مسجد هست. مردم عبادت دارن، قرآن خوانده استیم، بعضش خواب کرده استیم. این مسجد کلان است. سیل مقصد نیتی گذاشتن این ویدیوی من یک مهر محبت مردم پیدا شود. بعضی هاش میگن که عبادت رفته و 24 ساعت رکلامه. اگر یه وابسته از نیت است نیدی میتجه یکی هر یک عالم، هر یک معلم اینجا به روز طلبه داره، اونجا در کریسرا میشنه، گروه درس میکنه. یک تایجه هست، یک تایجه هست، اونجا اونو پرارم هست. خلاص از اینکه درس میکنه. این مسجدی کلانه با کروگی محکرم که یعنی که گیرد است این مسجد. این سه میتجه نکوازی مرام میدریم اقاق خواه میکنیم بیجه با تو قریبی پیشینه. اما خواه کنیم پلاسه با پایان میخواییم. مقصد ویدیو گذاشتنم چی بود گفتم که گب درست کنیم از بود دوام شده دیم ایتاج گم بزنیم برای بود درست میشه. توضیح اسکالت را میریم پاوزش کنم. این با دیم میخواییم. گفتنی بدون مقصدی ویدیو گذاشتنیم و یکی سبب شیم، سبب تو یک کس ببینه ذوق رغبت اومدن مهر محبت و این جای مقدس زیاد شوه و بیاین اینجا که بیای فقط پس زنی نباشه. نه هر کسی جب میره میگه که تا که حاجم بگن، نه وقت اینجا میای انسان خیلی دیگرگون میشه، خیلی چیزا میبینه، خیلی چیز از حسابی ایمانداری و مسلمانیش زیاد میشه، قلبش آب میگیره، یعنی که وجود دیگه آب میگیره. الحمدلله یه خیلی جای مقدس است، جای امن هست. خیلی پیغمبر صلی الله علیه و گفت مکه و مدینه جای امن تر نه که حتی دجال لعنت شده. انشاءالله برای این جای مقدس ضربه زدن نمیتونه، الحمدلله. یعنی در آمدن میتونه دوره که هجوم میکنه. این اینجا جای زمزمی تازه است که با اینی چنده 94 و 80 چند خلاصه همینجا آبی تازه پرمینی با خونه هاتون مردم میبرن. خیلی ساعت باز مردم در گشت گلای سهر. امروز چندم است حاضر؟ چهارشنبه 11 ینور ویدیو را ضبط داریم. خلاصه از اینکه همچنین خیلی ویدیو خوب کردیم شد مردم تو دیدن. اگر تونستم رو پیوست میکنم، نتونستم خیلی نگذارمش. هیچ چیزی رو فراموش نکنید دوستان که اینجا اومده خواهش میکنیم عبادت، اما وقت با عبادت باشه. یعنی در اینجا قوم های گوناگون هستند، ملت های گوناگون هستند، مذهب های گوناگون هستند و طرز شکل نمازخوانی گوناگون هستند. در حیرت نغلطه. اینجا هیچ که باز هیچ که کار نداره، هیچ خیل نماز میخونن، دست بالا میکنن، چلیک بالا میکنن، چلیک میلرزونن، سر میزنن، پاپ میزنن. همه در عبادت خدا هستن. این مهمانخانه ها هم هستن
مهمانخونه‌ای که قیمت‌ترین در این ساعت نوستیشن شبش $400 $500 نه افطابوس میاره شو همه ملت بای داره کو یعنی که بای های همی ملت های نه افطابوس ها میاد سونکوش رو بار میکنه میباره نه افطابوس ها جمع ملایزا رو بار داره اینه گروپا شده همینجا خواه میکنن در اینجا هم آشخونه های کلان هستن متاسفانه که آشخونه بقر تاوخونه و آشخونه خود نمیبرن کل تا هست فکوسی های خیلیش تیزن خب خیال میکنم که دیگر این ویدیو امروزه ما خستان همین ویدیو که از میگذارم همین قدر شید دیگه چی بگم خدا نگهدار خدا احتیاط کنیم اینه ای اگر سیسه بودن در افطاب سورشته سالیان میرم گفت مدینه یا که ایروپورت اینه گفتم که ملت خیلی بسیار میاد ملت مالایزیا خدا نگهدار تو خداوند همه شما رو حاجی کنه به جای مقدس اومده نصیب دارم السلام علیکم و رحمت الله سلام دوستان عزیز برادرای تاجیک در شهر مکه در پیش ساعت در پیش خونه خدا از دهه بروغ بچهای بروغ با پیش چی گفتن یی گفت دنیا که با هزار در یوتیوب خودتون ببینید سلام صمیمی به مردم بروغ و مردم تاجیکستان ما راستش در از مردم واروخ خرزی داریم چقدر زحمت میکشن از صدق دل میگم ده زشت میکنه خداوند زشت میکنه اما مردم زحمت ما با خدا قسم حرکت کردیم بسیار گفتگیم نسبت واروخ بچه ها رفتگین الحمدلله خداوند صبرتون تیا انشالله بهتر میشه تو وقتی که از تنجی آبادی ورق چا با خدا جای مقدس اومدن بچه واروخ تو با کجان خوش اومدی اکا جناب خوش اومدی دعاگو باشه اکا در اخیر ویدیو هم برادر بچه های واروخ ما خوردن گفتن که ما را سیام گفتم در یوتیوب پرتم گفتم پرتوی داخل باشه سلامت باشه